خب بریم سر وقت اولین سوال از قافیه عروض، سوال 37. کدام بیت رو میتوان به دو شکل دسته‌بندی هجایی کرد و قافیه آن نادرست است؟ بچه‌ها بیت دقت کنید، وقتی اسم قافیه رو آورد اول دنبال قافیه بگردید، وقت نذاریم واسه تقطیع هجایی، وقت نذارید واسه تقطیع هجایی، در جا ضربه میخوری، وقت تو از دست میدی. وقتی گفته قافیه نادرست اول برو سر وقت قافیه، چیزی که راحت تره. تو را صداست خدایی نه جسم را و نه جان را، تو را سزد که خدایی نه جسم را و نه جان را. این از این. تو را صداست خدایی، خدایی، این گفته خود آیی. دقت کن بچه، اینجا ایراد قافیه. هاشا که مداوای من از پند توان کرد، دیوانه به افسانه خردمند. پند و خردمند این درسته. یاران میم ز بحر خدا در سبو کنید، آلوده غمم به میم شست و شو کنید. سبو شست و شو این درسته. جان سوخته رویی است و پروانه چنین یابد، دل شیفته رویی است پروانه چنین باید. سوخته شیفته نکنه، رویی است پروانه چنین یابد، شیفته سوخته. اینجا سوخته و شیفته قافیه نیست، اوخته باید باشه. پس جواب سوال ما گزینه 4. اینجا گفتم خدایی خود آیی. اینجا قاعده 1. یه لحظه ما چالش گذاشتیم. قاعده 1 بقیهش قاعده 2. اما اینجا سوخته شیفته، پس جواب گزینه ما سال 37. دیگه همین شکل راحت میشه دستبندی هجایی کرد، دیگه نمیخواد دنبال دستبندی هجایی. همین قافیه که نادرسته پیدا کن، برو سر وقت سوال بعدی، به همین راحتی. چون یه تقطیع هم نمی کنیم، چون واقعا زمان بره. وقتی اسم قافیه رو اول دنبال قافیه برو. ببین سر وقت سوال بعدی. به ترتیب قافیه چند بیت دارای حرف الحاقی است و چند بیت ذو قافیتین، یعنی 2 تا قافیه داره. بریم سر وقتش. قیامت که بازار مینو نهند، منازل به اعمال نیکو دهند. بچه مینو نیکو یه قافیه دومه، نهند دهند اینم یه قافیه، اند حروف الحاقی داره. این یک، این دوتاشو داره، یک این بر علامت میزنم، یک این بر واسه حروف الحاقی، این بر واسه ذو قافیت. بداندیش خلق از حق آگاه نیست، ز غوغای خلقش به حق راه نیست. آگاه راه، ه حروف الحاقیه این دوتا. بو که بر اجزای او تابت مهی، بو که در وی تابت مه یابد رهی. بچه نکنید تابت یابد حروف ذو قافیتین، رهی مهی، مه ره یه حروف الحاقیه، اینم هستش. تا اینجا شد 2 به 2. مشرف و اهل قلم بر دست راست، زان که علم و خط و ثبت آن دست راست. راست اینجا گفته دست راست، اینجا گفته دست راست، 2 تا معنی داره. راست داست، اینجا فقط حروف الحاقی، بس این شد 4 تا. ببخشید اونجا 3 به 2 شدیم. پس همی گفتند که ای ارکانیان، بیخبر از پاکی روحانیان. پس همه گفتن ای ارکانیان روحانیان، ارکانی روحانی ذو قافیتین. خب ذو قافیتین الف و جیم شد 2 تا. خب گزینه 1 ذو قافیتین 2 داریم، 3 غلطه، این اشتباهه، اینم اشتباهه.
ذوقافیتین گفته به ترتیب. نکنید بچه به ترتیب. ما اول رفتیم ذوقافیتین چون دوتا بود. نیکو، مینو، یابد، تابد. حالا سوال مشکل داره، جوابش اشکال داره. چون ما همش رو نگاه کردیم، گزینه یک ببخشید، گزینه یک حروف الحاقی نداره، شد 4 تا. در اصل میشه چهار تا، اما اینجا 4 نداریم. 3 به 2 زده، در اصل میکشه 4 به 2. این هم یکی از اشتباهات کنکور حتی پارسال ما داشتیم. تماما به جز گزینه یک حروف الحاقی، من دیز اشتباه کردم. اند، آگاه، الف فقط حرف رویه، مهی یه چیزه، راست، ست، الف اینجا راست، الف بازم حرف رویه ماست. ارکانی، الف و نون هم حروف الحاقی. پس میشه 4 تا. این میشه 3 2. گزینه یک دیگه همیشه سورپرایز میشیم. بریم سر وقت 39 به قافیه، به چیز ببخشید به تقطیع هجایی. با توجه به اختیارات شاعری، نکنید بچه‌ها وقتی گفته اختیارات شاعری با خیلی دقت کنید. به ترتیب وزن کدام مصرع ها مستفعل و مستفعل و مستفعل و فع و کدام مصرع ها مستفعل و مستفعل و مستفعل و فع. یکیش مستفعل اومده، یکی مستفعلون. حالا باید به ترتیب اول مستفعل رو پیدا میکنیم. الف، من بر همان عهدم که با زلف تو بستم. من بر همان مستفعلون، عهدم که با مستفعلون، زلف تو بس مستفعلون که اینجا اختیارات شاعری داره بچه ها. کوتاه تبدیل میشه به بلند. مستفعلون تم فع. خب الف که مستفعلون شد. خب ببینیم سر وقت گزینا. گزینه یک گفته الف مستفعلوه، پس این غلطه. گزینه یک رو کلا حذف میکنیم. گزینه دو هم گفته اول مستفعلوه، الف حذف میکنیم. گزینه سه گفته الف مستفعلونه. گزینه 4 هم همینجور. پس ما دو گزینه داریم، 3 و 4. خب بریم سر وقت بعدی. هنوز عشق تو امید بخش جان من است. هنوز عشق اینجا میشه مفاعلون. عشق تو امید هنوز عشق مفاعلون تو امید. اینجا ابدال داریم، امید دال بخش جان. دوباره مفاعلون نه ما نس فعلات. اصلا این بعضی زمین تا اسمو فرق میکنه، کلا این بعضیش فرق میکنه، هیچ ربطی به وزن مستفعلون نداره. جیم کلا وزنش متفاوته، هر کدوم جیم داره حذف میکنیم. سوال 3 جیم داره حذف میشه. جواب گزینه ما میشه چی؟ 4. من رفتم جیم اونجوری منم پایین، باید گزینه بر میخونم. افتاده ز بام خاک درگه شده ام. مستفعل و مستفعل و مستفعل و افتاده ز مستفعل و بام خاک
با مخا که اینجا شده فاعلاتو، اما اختیارات شاعری که گفته میشه مستفعلو. درگه شده مستفعلو ام که میشه ف. حالا گزینه جیم هرچند اختیارات شاعری داشته باشیم، چند تا اختیار شاعری توی مثال میتونیم داشته باشیم. هنوز عشق تو امید بخش جان من است. شجانه ما داره میشه مفاعلون نست ف. مفاعلون کجا؟ مستفعلون. این اختیارات شاعری کلن وزنش بر وزن مفاعلون بیشتر نه مستفعلون. بریم سر وقت سوالات بعدی. بریم سر وقت سوال 40. گفته وزن عروضی کدام مورد با سروده زیر یکسان است؟ وزن عروضی. اول مثال اولش رو ما تقدیم میکنیم. یکسان است. به روی شاخه بادام سیب میبینیم. به روی شاه مفاعلون خیه با دام فعلاتون م سیب اجا کشیده است می مفاعلون بی نی می بینی مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلون که هجای کشیده در آخر ابدال داریم، بس میشه هجای مانده به آخر رو ما چیکار میکنیم؟ هجای بلند رو تبدیل میکنیم به دو هجای کوتاه که میشه فعلون، چون فعلون محذوف فعلاتون و این وزن دولختی هستش. بریم سر وقت گزینه ها. اول توجه کنیم واسه تقدیر جو اینو پیدا کردن به روی با هجای کوتاه شروع شده بچه‌ها. اینجا نگفته اصلا اسمی از اختیارات هم نیاورده، با هجای کوتاه شروع شده. یک گفته فیروزه های منتشر سرد سرمدی آب است و آب و آبی بی ابر. فیروزه ها مستفعلون. مستفعلون کجا؟ مفاعلون کجا؟ آب است تو مستفعلون. این گزینه یک نمیخوره. در ظلمت هنگامه ایام سراغی ز اندیشه عشاق و ز آفاق ستردید. در ظلمت در ظلمت مستفعل هنگامه یه مستفعل. حالا بریم مثلا بعدی دو رکن بیشتر انجام نمیدیم. ز اندیشه مفاعیل یه عشاق و مفاعیل ز آفاق دوباره مفاعیل سه تردید فعولون. این شعر کلن مثل اولش با مثل دومش اختیارات شاعره. از این شعر چی همسان یک لختی میشه گفت. ما صورت مثلمون دو لختیه. در هجوم تشنگی در سوز خورشید تموز پای در زنجیر خاک تفته مینالد گون. در هجوم فاعلاتو تشنگی فاعلاتو در سوز خور مستفعلو که اینجا جابجایی هجا داریم. خور شیده تموز مفتعلون شد. اینجا هم جابجایی هجا داریم.
این هم اختیارات شعاری داره. این هم وزن یلختی فاعلاتونه. بلور شسته هر واژه آنچنان آلود که از رسالت گل خار و خس رواج گرفت. با لور شس مفاعلون ته هر وا فعلاتون با ژ آن چه نا مفاعلون نا لود نکنید نا لود. این نا هجای بلنده، ابدالش میکنیم به دو هجای کوتاه میشه فعلون، پس میشه مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلون. پس گزینه صحیح ما میشه 4. بحث‌های قبلی 3 تا گزینه همسان یک لختی بود اما آخری همسان 2 لختی. بریم سر وقت سوال 41. در کدام بیت اختیارات شاعری تغییر کمیت مثبت‌ها قلب و حذف همزه یافت می شود؟ حذف همزه یافت می شود. بریم سر وقتش. سوال خیلی سخته، باید دقت کنید. هم سماعیتون باید خیلی 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 قوی باشه در این مورد. درد زده از جان من میوه جان من کجا، درد مرا نشانی کو درد نشان من کجا. درد زده است، درد زده است جان من میوه جان من کجا. درد زده است، اینجا فقط حذف همزه داریم. جان من کجا نشان من کجا، اینجا هم قلب نداریم. این یک. ناله خاقانی اگر دادستان شد از فلک، ناله من ببست غم دادستان من کجا. اینجا حذف همزه داریم در مصرع اول. نکنید ناله خاقانی اگر دادستان شد از فلک، 2 تا حذف همزه داریم. ناله خا ناله من مفتعلون خا گفتیم قانی گر دوباره مفتعلون من. اینجا به بست غمه قلب در مثال دوم در رکن دوم داریم. اینجا دوم اول جابجا میشن. به بس اینجا کوتاه شد با جابجا بشه. اینجا کوتاه بلند رو چیکار میکنیم؟ جابجا میکنیم. غم دادستان من کجا. خب تا اینجا گر شد دادستان شد از فلک. در غمه و ته که اینجا کشیده و غ 2 تا اینجا کوتاه پشت سر همه. اینجا چیه؟ تغییر مثبت ها، ابدال در واژه هجای کشیده بست و غ. 2 تا هجای کوتاه داریم تبدیل می‌کنیم به یه هجای بلند که موازی پایه های آوایی هجای سوم، پایه های آوایی مصرع اول با مصرع دوم چیکار کنه؟ برابری کنه. ابدال در این صورت هرگاه دیدیم یه مصرع پایه های آواییش تعداد هجاها بیشتر از هجای بعدیه، دیدین یه هجا بیشتره اونجا 2 تا هجا بین کنار همه. اگر 2 تا کوتاه دیدین نمیخونه در تختی هجایی تقسیم بندی رکن ها، 2 تا هجا کوتاه کناره با تبدیل میشه به جای بلند. اگر یه هجا کمه بس اونجا یه هجای بلند رو به 2 تا هجای کوتاه تبدیل میکنه. پس گزینه جواب سوال ما شد گزینه 2. 2 تا حذف همزه داشتیم، تغییر مثبت ها داشتیم، قلبم داشتیم. در این گزینه قلب ببخشید این گزینه ابدال، در این که من خط کشیدم میشه قلب. این است.
بریم سر وقت سوال بعدی. اختیارات شاعری رباعی زیر کدام است؟ 42. اختیار شاعری رباعی زیر کدام است؟ چندین اختیار شاعری داده در بیت زیر. پیرانه سرم رنج و غم زندان است، آه از غم پیری که 200 چندان است. من برخی آن پیر خردمند که گفت دنیا همه زندان خردمندان است. واسه اینکه اختیارات شاعری رو دقیق بفهمی باید صحیح شعر رو صحیح و به جا بخونید. گزینه اول گفته حذف همزه. ما در آخر مثال همش حذف همزه رو داشتیم. زندان است، آه از پیری که 200 چندان است. من برخی آن پیر خردمند که گفت دنیا همه زندان خردمندان است. حذف همزه رو داریم. 2 بار قلبم داریم. 2 بار ابدال صورت گرفته در این مورد. در گزینه‌های بعدی حذف همزه نداریم. نکنید هر وقت این یک مورد رو شما زدین داره زندان نست، آه از غم پیری، حذف همزه 1 و 2 و 3 4 مورد حذف همزه داریم. در گزینه بعدی واژه حذف همزه نداریم. از گزینه 1 ما جواب صحیحه. دیگه دنبال قلبش هم نمیخواد بگردیم، چون تابلو زندان است، آه از غم پیری که 200 چندان است. دیگه نمیخواد دنبال بقیهش بگردی که وقتت از دست بره. یک مورد که داشت شما مورد بعدی رو نمیخواد دنبالش. فقط در گزینه بعدی نگاه کنید، اگر این مورد در گزینه بعدی بود دنبال مورد بعدی بگرد، اگر نبود دیگه برو سر وقت سوال بعدی. بریم سر وقت سوال بعدی. گفته کدام بیت در وزن همسان دولختی، چه نکنید همسان دولختی، به 2 شیوه دسته‌بندی هجایی می شود؟ گر ز نظر نهان شوم چون تو به ره گذر کنی، کی ز نظر نهان کنم اشک به ره چکیده را. اشک به ره چکیده را. همسان به 2 شیوه. خب گر ز نظر مفتعلون، گر ز نظر نهان شوم مفاعلون، چون تو به ره مفتعلون گذر کنی مفاعلون. مفتعلون مفاعلون مفتعلون مفاعلون. این یه بار بیشتر نمیشه. این از این. پس این ما کاریش نداریم. خودش همسان دولختی یه بار بیشتر نمیشه انجام داد. 2 چون هیزم نغزم من یاران همه تر دامن، در مجمر از آن تنها می سوزم و می سازم. چون هیزم مستفعل و نغزم من یا مفعولاتون ران همه تر مفتعلون دامن فعلون. اینجا اختیارات شاعری داریم. ها اولش میشه چی؟ به هجای کوتاه به هجای بلند تبدیل میشه مستفعلون. مفعولاتون مستفعلون فعلون. گزینه 2 هم همین مورد بیشتر نمیشه انجام داد. حتی مثل دومش هم تحقیق کنیم. در مجمع رز آن در مجمع رز مستفعلون، آن تنها می مفعولاتون سوز مو می مفتعلون سازم فعلون. مثل جای اول.
او پادشاه کشور حسن است و ما اسیر، وان زلف پرخم و صف مژگان سپاه اوست. او پادشاه مستفعلون ه کش و ر مفاعل حسن است تو ما مستفعلون اسیر فعول. او پادشاه کشور حسن است و ما اسیر، مستفعلون مفاعل و مستفعل و فعل. حالا ما یک جمله دیگه میخوام تفریق کنیم. او پا ده مفعول و شاه کش و فاعلات و ر حسن فعول و نس ر حسن فعول تو ما اسیر مفاعلون. در اینجا که اختیارات شعاری قلبه که میشه جای تو و ما عوض میشه. کلم ببخشید، تبدیل هجای کوتاه به هجای بلند. پس این گزینه شد همسان، یک همسان دولختی و یک ناهمسان دولختی. گفته به بودم در وضع همسان دولختی به دو شیوه دسته‌بندی هجایی می شود. گزینه 3. بریم سر وقت 44. گفته نام بحر مقابل چند مثال درست. نکنه بچه‌ها همیشه دقت کنید. نام بحر، وقتی گفتیم نام بحر واژه‌های هزج، رمل، متقارب، رجز میاد. اوکی. اما وقتی نام وزن اومد، وزن خودش نوشته میشه با تکرار. این در گزینه 2 و قلمچی من دوبار اشتباه گرفتم و صحبت کردم، گفتم این سوال کلا صورت مسئله اشتباه. اینجا باید دقت کافی رو داشته باشیم. بریم اولین گزینه. گفته دم از دانش مزن با دانه خال نکورویان. گفته هزج مثمن سالب. هزج چیه بچه؟ مفاعیلون. خب ده مز دانش مفاعیلون، مزن با دا مفاعیلون، خا ل نه مفاعیلون، کورویان مفاعیل، در صورت که فعولون. نه یه خاله. اینجا هجای یه، من اینجا اشتباه کردم، به هجای بلند تبدیل میشه مفاعیلو. نکورویان اینجا مفاعیلون. این هجا درسته. خب شمع پیشت روشنایی نزد آتش می نماید. رمل مثمن محذوف، رمل فاعلاتون. شمع پیشت فاعلاتون، روشنایی فاعلاتون، نزد آتش فاعلاتون، می نماید
فاعلاتون محذوف نیست، کلا میشه سالم. محذوف یعنی باید بشه فاعلون، این غلطه، مثمن سالمه. بازم گفته رمل، بازم فاعلاتون. مرحبا ای نسیم عنبر بوی، رمل مسدس محذوف یعنی 3 بار باید تکرار شده باشه در یک مصرع. مرحبا ای فاعلاتون. نسیم ان مفاعلون بر بوی مفعول، اصلا این رمل نیست، وزن دولختی. اینم خب گزینه 2 که وزن دولختی بود، فاعلاتون مفاعیلون فعلون. بریم گزینه 3. نرگس افسونگر ساقی مرا افسانه کرد، رمل مثمن سالم. بازم گفته چی؟ فاعلاتون. نرگس خب اینجا اختیارات شاعری داریم. فاعلاتون سونگر سا، اینجا اما در رکن دوم داره میشه کلا داره میشه مفتعلون. مفتعلون رمل اصلا ربطی به فاعلاتون، فاعلاتون هم ربطی به مفتعلون نداره. این گزینه غلط. فتاده از کارم به رعنا طبیبی، فتاده از کارم به رعنا طبیبی متقارب داره میشه چی؟ فعولون. فتا دست 3 هجایی، فتا دست فعولون. ته هجا کشیده است، هجا کوتاهشو میگیریم. ت کارم فعولون به رعنا فعولون طبیبی فعولون. این گزینم درسته. بریم سر وقت مورد آخر، هزج مسدس محذوف. ملم جانا و جانی بر لب از شوق. هزج مسدس محذوف. هزج هم گفتیم همون مفاعل، یعنی 3 بار تکرار شده. منم جانا مفاعیلون و جانی بر مفاعیلون لا بعض شو فعولان. اینم درسته، یه هجا کم شد. پس ما 3 تا مورد داشتیم. پس گزینه جواب صحیح ما گزینه 3 میشه. بریم سر وقت سوال بعدی. با توجه به سروده زیر کدام مورد نادرست است؟ شعر رو بخونیم. سر آن ندارد امشب که براید آفتابی، تو خود آفتاب خود باش و طلسم کار بشکن. بسرای تا که هستی که سرودن است بودن، به ترنمی دژ وحشت این دیار بشکن. گفته وزن سروده فوق با مصرع چه غریب ماندی ای دل نغمی نغم گساری یکسان و دوری است. حالا وزن یک مصرع شما در میاریم. سر آن نه دار، سر آن نه فعلاتو دا را دا را دم شب فاعلاتون که برایت فعلاتون آفتابی فاعلاتون، که کلا بر وزن فاعلاتونه. رمل بهتر بگیم رمل مثمن مخبون، چون هجای اول فاعلاتون که بلنده به هجای کوتاه تبدیل شده، فاعلاتون تبدیل شده به فعلاتون. حالا وزن سروده فوق گفته چی؟ چه غریب فعلاتو من دی دل، اینجا حذف همزه داریم. من دی دل فاعلاتون نه غمی نه فعلاتو
غم گو سا ری فاعلات. اون وزنش که با هم یکی وزن یکسان و دوری نوشته، اما در اصل وزن یه لختیه. درست اینجا فعلات و فاعلاتون فعلات و فاعلاتون اومده. فعلاتون یکی از ضعافات مشهور و به نام فاعلاتونه که میشه مخبون، اما چون در کتابتون کتاب ادبیات علوم فنون نوشته دوری، بس ما اینجا هم دوری تلفظ، چون رکنای 1 و 3 مثل همه، 2 و 4 هم مثل همه، اینو دوری قلم داد کردن و اما در اصل یک لختی با ضعافات. بعد گفته اختیار شاعری حذف حمزه 4 بار که داریم، ابدال 2 بار اینم داریم. سر آن نداردیم شب که برا یدافتابی، تو خود آفتاب خود باش و طلسم کار بشکن، به سرای تا که هستی که سرودن است، بودن به ترنمی ده چه وحشت این دیار بشکن. 4 تا حذف داریم. در سروده قافیه بر اساس قاعده 2 است و حرف روی ر هست، اینجا اشتباهه بچه. کار دیار حرف روی الفه، ر حروف ر الحاقی است. بس گزینه 3 چیه؟ جواب سوال ماست، نادرست. گزینه 3 جواب سوال ما که میشه نادرست. بریم سر وقت سوال 46. خب بچه 5 تا سوال مونده، اینا قرابت معنی تو همین ویدیو ما همراه قافیه عروس میگیریم. گفته مفهوم بیت زیر از کدام بیت دریافت میشود؟ قطره آبی که دارد در نظر گوهر شدن، از کنار ابر تا دریا تنزل بایدش. میگم کسی که میخواد پیشرفت کنه، گوهر بشه، ارزشمند پیدا کنه، از توی ابر از اون جاش باید بلند شه، خودشو چیز کنه. قطره آبی که داره در نظرش گوهر شدن، از کنار ابر تا دریا تنزل بایدش. اگه میخوای مشهور بشی باید از همه چیزت بزن، از جات تکون بخوری. گفته اعتبار سربلندی در فروتن بودن است، چشمه شد فواره وقتی بر سر خود پا گذاشت. میخوای مشهور بشی اون چشمه. اعتبار سربلندی اینجا باید فروتنی رو پیشه کنی. قطره آب اینقدر مغرور نباشون اون بالایی. میخوای مشهور باشی باید فروتنی یعنی چی؟ یعنی سر خود رو پایین بگیری. این گزینه 1 مفهوم کامل رو داره میرسونه. چون شکست آینه حیرت سر برابر میشود، بی سبب خود را شکستم تا ببینم چیستم. این در واقع خودشناسیه، هیچ ربطی به اون نداره. همیشه قسمت فواره سرنگون شدن است، تو نیست مثل من ای دوست بر مخیز بس است. میگه مثل من باش، نگفته فروتنی کن. خودشو داره تشبیه میکنه، خودشو برتری میده. میخوای مثل من اینجوری باشی باید مثل من باشی. عشق میبازم که غیر از باختن در عشق نیست، در نبردی اون چینی هر کس به خاک افتاد برد. این در مورد عاشقیه. اینجا در مورد فروتنی و تواضع و مشهور شدنه که گزینه 1 مفهوم کامل رو میرسونه. ببینید سر وقت 47 مفهوم کدام ابیات فرارسیدن فصل بهار را بیان میکند؟ فرارسیدن فصل بهار. دگر باره خیاط باد صبا، بر اندام گل دوخت رنگین قبا. خیاط باد صبا، بر اندام گل دوخت رنگین قبا. گلها رو چیکار کرد؟ رنگین کرد. از زمستان یه لباس زمستان رو از تن کند و یه لباس تازه دوخت. این الف گزینه 1 الف داره، نگهش میداریم. گزینه 2 نداره، حذفش میکنیم. گزینه 3 نداره، حذفش میکنیم. گزینه 4 هم الف داره. بریم. بسی حله آورد و ببرید و دوخت، به نوروز خیاط باد صبا. نکنید وقت واجی نوروز اومد یعنی فصل بهار. خیلی دقت کنید،
مفهوم ابیات فصل بهار با نوروز هم اوکیه. مثل هله آورد و ببرید و دوختن به نوروز خیاط باد صبا. باد صبا نشانه اومدن فصل بهاره، همیشه نشانه یه شادیه، همیشه یادداشت کنید این تو ذهنتون باشه واسه مفهوم قرائت معنایی. گزینه الف و ب داشت، یک ه داره فعلا نگه می‌داریم، ه هنوز نخوندیم، 2 3 نداریم، 4 ب داره. پس گزینه 4 ما میشه جواب سوال، چون گزینه الف نه ما ه نخونده بودیم، اما گزینه ب داره، گزینه ب نداره اینجا. پس جواب سوال ما گزینه 4 میشه. 48 مفهوم کلی بیت زیر با کدام بیت تناسب دارد؟ کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب، تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدن. هیچ کس مثل حافظ نقاب رو بر نداشت، یعنی اون اندیشه که دو ذهنش بود رو کاغذ نیاورد. هیچ کس مثل حافظ نتونست اینقدر قشنگ عرفان و عشق رو هم تلفیق بزنه. عنوان مثال گفت اگرچه زیر هر سنگی چو خاقانی سدی بینی، از این برتر سخن باری نپندارم که دارد کس. اینم خاقانی همیشه خودشو برتر میدونه. اگرچه زیر هر سنگی چو خاقانی سدی بینی، اگر میزه هر سنگی یکی مثل خاقانی پیدا باشه، از این برتر سخن باری نپندارم دارد کس. من خاقانی خودشو برتر میدونه، هیچ کس مثل من نمیتونه شعر بگه. خلاق المعانی اول. 2 سخن ابن یمین اگرچه سراسر گوهر است، لیکن از گوش تو چون حلقه به در میماند. این هم میگه سخنان ابن یمین خیلی گوهرباره. 3 خواهی که جای در دل شکر لبان کنی، همت ز کلک صایب شیرین زبان طلب. اینه مثلا مفهومش فرق میکنه. سخن ابن یمین گوش کن ای عشوه فروش، تا همه گوش تو در گوهر موزون گیرد. 4 اینم میگه گوش کن، اگه میخوای مثل ابن یمین باشی، اون جوهره وجود رو پیدا کنی، سخنان ابن یمین رو گوش کن. پس گزینه 1 مفهوم کلی بیت رو میرسونه. گفته هیچ کس مثل حافظ نتونسته اندیشش رو کاغذ بیان کنه. خاقانی هم خودشو گفته هیچ کس مثل من نمیتونه این شعر رو بگه، چیزی که تو ذهنمه، مضامین تازه بیافره. خلاق المعانی. از گزینه 1 میشه جواب سوال. ببین سوال 49 مفهوم کلی بیت متفاوت. سهو و خطای بنده گرش نیز اعتبار، معنی عفو و رحمت پروردگار چیست؟ این استفهام انکاریه این گزینه. زانجا که پرده پوشی عفو کریم توست، بر قلب ما ببخش که نقدیست کم عیار. در مورد خدا میگه چون تو بنده خدا عیب‌ها ما رو میپوشونی، بر قلب ما رحمت خودتو، گناهان ما رو ببخش که نقدیست کم عیار. پرده پوشی یعنی پوشاننده، حجاب. 3 همت هست امیدم که علی رغم عدو و روز جزا، فیض عفوش ننهد باز گنه بر دوشم. امید دارم علی رغم که دشمن روز جزا، فیض عفوش ننهد بار گنه بر دوشم. امیدوارم که رحمت خداوند بار گناه هم بر دوشم رو چیکار کنه؟ کم کنه. منم که بی تو نفس میکشم زهی خجلت، مگر تو عفو کنی ورنه چیست عذر گناه. منی که بدون یاد تو دارم نفس میکشم ای خدا، گناه میکنم مگر اینکه تو عفوم کنی. بغل هیچ عذری، هیچ گناهی عذری نداره.
گناه عذری نیست. این همش در مورد بخششه. سومی در مورد بخششه. گزینه 2 هم در مورد بخششه. اولی در مورد استفهام انکاریه. سهو و خطای بنده گرش نیست اعتبار، معنی عفو و رحمت پروردگار چیست؟ اگه سهو و خطای من اعتبار منو کم نمیکنه، پس رحمت خدا چیه؟ کی میگه رحمت خدا کجا شامل حال من میشه؟ این 49 گزینه 1. 45 آخرین سوال گفته مفهوم بیت زیر از همه ابیات دریافت می شود بجز از اسب پیاده شو بر نطع زمین رخنه، زیر پی پیلش بین شه مات شده نعمان. میگه اینقدر مغرور نباش و روی زمین راه برو. ببین اونا که اومدن همه رفتن، هیچ کس نمیمونه. الف زمان تربت لیلی کشد به دیده مجنون، سپهر دامن یوسف درد به دست زلیخا. و این در مورد عشق لیلی و مجنون هیچ ربطی به مردن و زنده بودن نیست. ببین به قصد سلاطین که فاخته زده کوکو، شنوز بام مداین که بوم برکشد آبار. این مفهوم بیتو داره میرسونه. بیت چیز ببین قصد سلاطین ها که شاهانه زندگی میکردن الان کجان؟ توی قبر. از اسب پیاده شو، از اسب لجبازی سرکشی پیاده شو که آخرش مرگ حقه. گزینه 2 این مفهوم داره. سپهر سنگ به جمشید زد چنان که به جامش، زمانه تیشه به فرهاد زد چنان که به خارا. فرهاد با تیشه خودش رو کشت، جمشید با اون همه عظمتش بازم تسلیم مرگ شد. بازم مفهوم بیتو میرسونه. نه گنج ماند ز خسرو، نه تخت ماند ز جمشید، نه قصر ماند ز شیرین، نه طاق ماند ز کسری. دنیا وفا نداره، همه مرگ حقه. تمام این 3 گزینه آخر مفهوم بیت صورت مثلا میرسونه، اما گزینه 1 چیه؟ متفاوت. زمان تربت لیلی کشد به دیده مجنون، سپهر دامن یوسف درد به دست زلیخا. میگه لیلی مرد، خاک چشم مجنون خاک لیلی رو به خاک لیلی رسید و اونجا هم یوسف لباسش به دست زلیخا پاره شد. مفهومی غیر از مفهوم سوال بیت سوال. خب اینم از تحلیل کنکور. امیدوارم که کنکور رو خوب داده باشین. حالا تحلیلی که ما بر اساس سوالات انجام دادیم انشالله که این جوابا داده باشین و نمره کامل رو گرفته باشین، امتیاز کامل رو گرفته باشین و بخونید، واضح بخونید. سوالای تجربه باشه واسه کنکوری اصلیتون که کنکور تیر ماه هستش. مهمترین کنکور تیر ماه. بخونید بچه‌ها، بخونید محکم و این سوالات هم داشته باشید. حتما مرور کنید سوالات، ببینید چه سوالاتی از دل کتاب اومده. قرابت معنایی، قافیه عروس، مخصوصا آرایه‌های ادبیش. اینا رو حتما بخونید. موفق و پیروز و سربلند باشید.